کی میخواد نقش گوسفند رو بازی بکنه؟ آقا به حضرت عباس، به حضرت عباس کل کلاس اینجوری دستاشون رو گرفتن، همه جز حاجیت. بعد گفت کی میخواد نقش گرگ رو بازی بکنه؟ گفتیم آقا ببخشید نقش جک جونور دیگه، قلاقی، فیلی، شیری، پلنگی چیزی نداری بدی به ما؟ گفت نه، یا باز گوسفند باشی یا گرگ. بعد از اون بود که ما تو زندگیمون فهمیدیم آقا یا باز گرگ باشی یا گوسفند، یا باز بزنی یا میزنی، یا باز بخوری یا میخورنت، یا باز بمالی یا میمالنت. گرفتم. حالا ما اشتباه کردیم، ولی از یه گرگ بارون دیده به شما نصیحت، یعنی گرگم شدین جهنم بشین، ولی این تن بمیره جون هرچی مرده گوسفند نباشید تو زندگی.